سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تاکید مولوی امیرخان متقی در دیدار با نمایندگان کشورهای شرکت کننده در جشنواره گوشتی سنتی بر گسترش روابط افغانستان و منطقه. آغاز ساخت یک کارخانه بزرگ تولید سمنت در منطقه یتیمتاق ولایت جوزجان به ارزش 160 میلیون دلار. و ضعف در دستگاه امنیتی آمریکا در پی حمله بر رئیس جمهور این کشور. امروز یکشنبه 6 ماه ثور سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با نمایندگان کشورهای شرکت کننده در جشنواره گوشتی سنتی در کابل دیدار کرد. وزیر امور خارجه در این دیدار وحدت فرهنگی و روابط افغانستان و منطقه را تاریخی توصیف کرده و افزوده که خواهان گسترش و تقویت بیشتر روابط با جهان از طریق دیپلماسی ورزشی است. آقای متقی افزوده که تلاش‌ها برای ارائه ویزا و دیگر تسهیلات لازم به ورزشکاران خارجی ادامه دارد و پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه ورزش حاصل شده است. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده که قرار است فردا کار ساخت یک کارخانه بزرگ تولید سمنت در منطقه یتیمتاق ولایت جوزجان آغاز شود. با گفته وی این پروژه با سرمایه‌گذاری 160 میلیون دلار عملی می شود و یکی از بزرگترین پروژه های صنعتی در بخش معادن و تولید مواد ساختمانی در کشور به شمار می رود. و افزود که این کارخانه ظرفیت تولید 3000 تن سمنت در روز را خواهد داشت و انتظار می رود برای حدود 5000 نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم شود. رهبری شرکت بریشنا در جریان سفر به روسیه با رؤسای شماری شرکت‌های تولیدی و تکنیکی سکتور برق آن کشور دیدار کرده و در مورد برخی موضوعات به تفاهم رسیدند. شرکت بریشنا میگوید که شرکت‌های روسی در زمینه‌های توسعه شبکه‌های برق، آموزش‌های تکنیکی و دیگر بخش‌های مربوط با انرژی برق در افغانستان همکاری می‌کند. با گفته این شرکت قرار است در آینده نزدیک تیم‌های تکنیکی شرکت‌های مذکور به افغانستان اعزام شوند. و در آخرین خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری پس از تیراندازی در کاخ سفید گفت که هیچ اطلاع قبلی در مورد هیچ تهدید امنیتی وجود نداشته و تیم امنیتی و هیچ اطلاعاتی از چنین تهدیدی نداشته است. به گفته ترامپ انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست، اما به نظر می رسد مهاجم بسیار خطرناک بوده و گمان می رود که تنها یک فرد بوده باشد. ترامپ افزوده که یک افسر ماموریت مخفی نیز توسط مهاجم مورد اصابت گلوله قرار گرفته، اما واسکت ضد گلوله جان او را نجات داد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.